Wrapped in the concept, falsely accused, used. I'm a slab bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. سلام آقا، من به تیما هم خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من به کانال یوتیوب من. اینجاییم که بریم با هم دیگه یه کار هیجان انگیز انجام بدیم. پس یادش اینه که چند وقتی بود خیلی فکرم درگیر این بودش که این کار رو انجام بدم یا انجامش ندم، ولی دیگه امروز تصمیمم رو گرفتم. گفتم که برتا بیا بریم این کار رو انجام بدیم، چون که توی روحیت خیلی قراره تاثیر بذاره. بعد گفتم بیا یه ولاگم بگیرم که همگی با هم بریم ببینیم نتیجه کار چی میشه. پس به عنوان سورپرایز بمونه تا آخر ویدیو ببینیم قراره من چیکار کنم. اینجا بیاید یکم با هم دیگه میکاپ بکنیم و که حاضر شیم بریم به سمت کار هیجان انگیزی که میخوایم انجام بدیم. واقعیتش رو بخواید من خودم یکم میترسم، یعنی تنها نیروی بازدارنده که تا الان مانع شده بود من این کار رو انجام بدم همین قضیه بودش که میترسیدم. بعد دیگه گفتم برتا وقتشه که به ترسات چیره بشی و بری تو دلشون و دیگه نترسی از اون ترسا. لکنت گرفتم، چرا دارم اینجوری حرف میزنم؟ بعد آره دیگه این کاری که میخوام بکنم واسه فکر میکنم افزایش اعتماد به نفس، مخصوصا الان برای خودم تو شرایطی که هستم خیلی خوبه و پاسخگوه، جوابگوه. واسه همین خیلی ذوقشو دارم که ببینم قراره چی جوری بشه و اینا. آره دیگه بریم آرایشمون رو بکنیم و بقیه ویدیو رو من یه آرایش ملو هم کردم که حاضر باشیم پیش به سوی کاری که میخوام بکنم. ذوق دارم آقا، خیلی ذوق دارم. آووکادو رو بده. این آووکادوه خانم آووکادو دوست بنده است و من میخواستم بریم. خب دیگه آماده شدیم، داریم میریم. برام آرزوی موفقیت کنید که نترسم دردم هم نیاد. بیس بدن یکم از اینجا منو ببینید. سلام، چطوری؟ خوبی؟ شبش بعد برم تهران که فردا برم دانشگاه. من رسیدم، دارم میرم. اینجا مجتمع نمیدونم چیه همین دیگه. من رسیدم. بکنم من خیلیتون حد زده باشید بخوام چیکار کنم، ولی باز هم دور نمیدیم تا ببینیم چی میشه. سب میکنیم تا من منتظرم همچنان. خواستم روخم رو ببینید و دوباره سلام بدم بهتون و بریم که دیگه قراره تنخ کنیم. ریختم بدونه قهوه خوری بخوریم که چیز کنیم فشارمون بره بالا که فشارمون نیفته. اون مثلا نمنمای بیرون قشنگ همین دیگه. یا حضرت آقا فیلم میگیری از خوده؟ میخوام بذارم یوتیوب. آقا من اومدم بعد گذشتن چند روزی که از تزریقم میگذره. قاعدتا الان خب یکم بادش خوابیده و حالت خودشو گرفته، ولی خب چون من دفعه اولم بوده باید حتما 2 هفته دیگه برم برای ترمیم کردنش. کسی که تجربه دارن خب میدونن دفعه اول مقدار حالا قضیه فرق میکنه با دفعه. تجربهش بهتون بگم این بودش که من خودم خیلی میترسیدم، خیلی میترسیدم، ولی خب اومدم به ترسم چیره شدم بعد از مدت‌های طولانی و گفتم خب برتا بیا برو دیگه امتحانش بکن. رفتم امتحان کردم و واقعا اونقدر درد نداره. حالا یا با پماد یا با آمپول بی‌حسی. من با پماد تجربه کردم، خیلی بی‌حسیش قوی تره و فقط وقتی که اون سوزن وارد لبتون میشه شما این مقدار احساس دارید. دقیقاً این آمپول میمونه و اونقدر اذیت کننده واقعا نیستش.
و خیلی قابل تحمله. واسه همین کسایی که این ویدیو رو دارن میبینن فکر میکنن که خیلی درد داره نمیتونن از پسش بر بیان، اصلا اینجوری نیستش، خیلی قابل تحمله و برید که بزنید دیگه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نتیجه نهایی من خودم فرق زیادی احساس نمیکنم، ولی خب دیگه دوستتون دارم و خدافظ.